السلام علیکم دوستان عزیز. بعد حمد بر خداوند و صلوات بر رسول علیه السلام، درس اول را از کتاب تعلیم الاسلام از حضرت مولانا مفتی کفایت الله دهلوی، ترجمه سعید محمد شهنوازی بر اساس منابع اهل سنت و طبق مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شروع میکنیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اصطلاحات لازمی فقه، یعنی کلمه هایی که در علم فقه استفاده برده می شود. سوال: به چه چیزهای فرض، واجب، سنت و نفل گفته می شود و فرق آنها چیست؟ جواب: فرض به آن چیزی گفته می شود که با دلیل قطعی ثابت باشد، یعنی در ثبوتش هیچ گونه شک و شبهه نباشد و منکر فرضیتش کافر می باشد و کسی که بدون عذر آن را ترک کند فاسق و مستحق عذاب می گردد. حکمش چنین است که به آن اعتقاد داشته باشد و بر آن عمل کند، مثل ارکان اسلام، نماز، روزه، حج، زکات، امثال اینها. واجب آن است که با دلیل ظنی ثابت و منکرش کافر نمی شود. البته کسی که آن را بدون عذر ترک کند فاسق و مستحق عذاب می شود. حکمش چنین است که عمل کردن به آن لازم است اما اعتقاد شرط نیست، مثل خواندن سوره فاتحه در نماز. سنت آن کاری را می گویند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم و صحابه انجام داده یا دستور به انجام آن کار داده اند. حکمش چنین است که به آن علم قطعی داشته باشد و رد کردن آن کفر است. نفل به آن کار می گویند که فضیلت آنها از روی شریعت ثابت شده و از انجام آن ثواب می رسد و به خاطر ترک آن هیچ عقاب نیست و به آن مستحب، مندوب و تطوع هم گفته می شود. سوال: فرض بر چند قسم است؟ جواب: دو قسم، فرض عین و فرض کفایه. فرض عین آن را می گویند که ادا کردنش بر هر شخص لازم است و کسی که بدون عذر آن را ترک نماید فاسق و گناهکار است. فرض کفایه آن است که اگر یکی دو نفر آن را انجام دهند از ذمه دیگران ساقط می شود و اگر هیچ کس انجام نداد همه مردم گناهکار می شوند. سوال: سنت بر چند قسم است؟ جواب: بر دو قسم، سنت مؤکده و سنت غیر مؤکده. سنت مؤکده به آن کار می گویند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم آن را همیشه انجام داده و بدون عذر ترکش نکرده و یا دستور به انجامش داده و انجام گرفته شده است. ترک چنین سنت بدون عذر گناه و عادت کردن بر ترکش موجب معصیت است. سنت غیر مؤکده به آن سنت می گویند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم اکثر اوقات آن را انجام داده اما گاه بدون عذر آن را ترک نموده است. این سنت ها از مستحبات بیشتر ثواب دارند و از ترک آنها گناه نمی رسد و به آنها سنت زوائد، یعنی سنت زیادتی هم می گویند. سوال: مطلب از حرام، مکروه تحریمی و مکروه تنزیهی چیست؟ جواب: حرام
به آن کار میگویند که ممنوعیتش یعنی منع بودنش از دلیل قطعی ثابت است، انجام دهنده اش فاسق و مستحق عذاب و منکرش کافر است. مکروه تحریمی به آن کار میگویند که ممنوعیتش یعنی منع بودنش از دلیل ظنی ثابت است و منکرش کافر نمی شود، اما انجام دهنده اش گناهکار است. مکروه تنزیهی به آن کار میگویند که از ترک دادنش ثواب و از انجامش گناه نمی رسد، اما نوع بدی محسوب می شود. سوال: مباح به چه چیزی میگویند؟ جواب: مباح به آن کار میگویند که نه از انجامش ثواب و نه از ترکش گناه می رسد.